الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلمسك استووا مجروح ابتلاه حسين تبارك شبی گرد کربلای حسین. حسین را تو ندانی خدا همی داند، کمال منزلت و عزت و علای حسین. به روز حشر ببینی به دست پیغمبر، به روز حشر ببینی به دست پیغمبر، کلید گنج شفاعت به خون بهای حسین. بلغ العلا بکماله کشف الدجی بجماله، حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. السلام ای ساکن محنت سرای کربلا، السلام ای ساکن محنت سرای کربلا، السلام ای مستمند و مبتلای کربلا، السلام ای هر بلای کربلا را کرده سر، السلام ای مبتلای هر بلای کربلا. جای آن باشد که گر گویند آید بوی خون، جای آن باشد که گر گویند آید بوی خون، تا بنای دهر باشد از بنای کربلا. سرورا سرورا با یاد لبهای بخون آلوده، سرورا با یاد لبهای بخون آلوده، خوردن خون است کارم چون گیای کربلا. اجر من این بس که گر میرم شود سر منزلم، اجر من این بس که گر میرم شود سر منزلم، خاک پای جان فزا و دل گشای کربلا. با عرض سلام خدمت حضار محترم، سروران عزیز، نمازگزاران محترم، قبل از ایراد سخن سالروز شهادت سید شباب اهل جنه ریحانه رسول الله، مجاهد بزرگ و نستو، مولود خاندان نبوت و شهید کربلا، حضرت امام حسین رضی الله عنه را خدمت شما سروران عزیز و عموم مسلمانان از صمیم قلب تسلیت عرض می‌کنم. از خداوند منان خواهانم که روح این سید بزرگ شهیدان رو پروردگار عالم همگام با کاروان ارواح شهدا محشور بفرماید. پروردگار عالم ما رو هم در اجر عظیم شهادت این ابرمرد تاریخ سهیم بفرماید. صحبت از حسین است. سروران عزیز، حسین بزرگترین معلم بشریت که درس ایثار و آزادگی را تا قیام قیامت به رهروان راهش داد. حسین اون چراغ هدایت و کشتی نجات، حسین مظهر شجاعت و عدالت خواهی، حسین مقتدای آزاد مردان، حسین مظهر
حسین مظهر شهامت امت. حسین بود که درس استکبار ستیزی و اسلام دوستی را با قتل خون خودش در جای جای تاریخ یادگار گذاشت و همراه با بهترین عزیزان و خاندانش این درس تاریخ را تفسیر کرد. حسین مبتلای آزاد مردان و حسین رهبر و پیشوای انسانیت. حسین فرزند رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. سروران عزیز، حسین شخصیتی است که در طول تاریخ هیچ یک از فرق اسلامی و مذاهب حقی دنیا کوچکترین زبان گشایی را نسبت به این ابرمرد تاریخ نه در زبان، نه در بیان، نه در گفتار و نه در نوشتار و کتابت بر زبان نرانده و بر روی قلم و با قلم بر روی کاغذ ننگاشته است، بلکه حسین شخصیتی که همه فرق اسلامی همگام و موافق با یکدیگر به بیان شخصیت بزرگوار ایشان پرداخته است و ایمان و حقانیت حسین، آزادگی و ایمان واقعی حسین جزء ایمان ما اهل سنت است. محبت حسین سرلوحه زندگی ماست و عشق حسین در تار پود جوانان اهل سنت و همه مردان و زنان اهل سنت موج می‌زند. آری حسین محبوب پیامبر، حسینی که رسول معظم اسلام در وصف ایشان می‌فرماید حسین منی و انا من حسین اللهم احب حسینا. حسین از آن من است و من از آن حسین. بار خدایا حسین را دوست بدار و کسانی که با حسین محبت و الفت و دوستی دارند خدایا اون لحاف و پرده محبت خیش را یا برای اونها هم بگسترند و بگشاد. حسین رضی الله عنه از اوان کودکی که قدم به عرصه وجود می‌گذارد از روزهای اول زندگی خودش مورد محبت و عطوفت و الفت بی‌وقفه رسول معظم اسلام قرار می‌گیرد، به جایی که بسا اوقات رسول معظم اسلام آرزوی دیدار حسین را می‌کند. پیامبر خدا مشتاق است تا اینکه جمال جهان آرای کودک و نوه خودش را فرزند دختر و جگرگوشش حضرت فاطمه الزهرا رو ببیند. آری بشنوید از زبان بزرگترین صحابی پیامبر خدا حضرت ابو هریره رضی الله عنه این محدث بزرگ که در وصف حضرت حسین چه می‌فرمایند روزی از روزها رسول معظم اسلام در مسجد النبی تشریف آوردند. متوجه شدند که حسن و حسین این دوتا گل خوشبو و دوتا جوان اهل جنت در میان صفوف مسلمانان پیدا نمی‌شوند. پیامبر خدا سؤال می‌کنند بین حسن و حسین، حسن و حسین کجاست که رسول الله در فراخونها اشک می‌ریزد و طاقت دوری حسن و حسین رو ندارد، لذا این دو بچه شوخ کجایند؟ هنوز کوچک بودن حضرت حسن و حسین. ناگهان در تلاش و تکاپو بودند که حضرت حسن و حسین دوان به طرف رسول معظم اسلام آمدند و خودشان را با آغوش پدر بشریت و پدر خویش انداختند. رسول معظم اسلام هر دو را با آغوش گرفت. حضرت حسین فقط 1 سال از حیث سنی با حضرت حسن تفاوت داشت، یعنی کوچکتر بود. پیامبر خدا حضرت حسن را به آغوش راست و حضرت حسین را به آغوش چپ گرفتند. بعد از چند دقیقه هر دوشون دستان مبارکشان را در محاسن و در ریش رسول معظم اسلام داخل کردند و با پیامبر خدا مشغول بازی شدند. رسول معظم اسلام ناگهان پیشانی حضرت حسن را و لبان حضرت حسین را بوسه دادند و در این هنگام قطرات دامن رسول الله را فیس و تنگه. صحابه از کردن ای رسول خدا گریه شما از چیست؟ فراق و درد شما از چیست؟ چرا شما در حالی که دوتا نوه شما در دامان شماست گریه می‌کنید؟ فرمود جبرئیل امین آمد و فرمود ای رسول خدا خبر بسیار ناراحت کننده ای رو میخوام به سمع شما برسانم، شاید از این خبر ناراحت بشید ولی حق است و اون این که محبت این دوتا در قلب تو و در
قلب امت جای دارد، ولی طولی نمی کشد که یکی را با زهر و سم به شهادت میرساند و دیگری را با شمشیری که الان اون جایی که لبان شما اونجا را بوسه میدهد، فردا شمشیر امتیان تو بر سر اون لبها قرار میگیرد و حضرت حسین را به شهادت میرساند. و من محمد امروز به عزای شهادت حضرت حسین اشکانم سرازیر شده است. آری این پیشینگویی رسول معظم اسلام زنگ خطری رو در قلب و گوش و اعضا و جواره حضرت حسن و حسین به صدا درآورد و نوید و خوشبختی و خوشحالی رو به اونها داد که سرانجام ما شهادت است. آری سروران عزیز، حضرت حسین و حضرت حسن رضی الله عنه مورد لطف و عنایت رسول معظم اسلام قرار میگیرد تا زمانی که رسول معظم اسلام دار فانی رو ودا میگوید. اینها در واقع دو تا نوجوان بودند. بعد از اینکه حضرت رسول معظم اسلام دار فانی رو ودا میگوید، اگر ما بخواهیم تمام فراز و نشیب زندگی حضرت حسین رو خدمت شما سروران عزیز عرض بکنیم، سالها به طول می انجامد و اما زندگی نامه اینها ناپایان. لذا ما فقط به مختصر زندگی اینها با توجه به اینکه امروز روز عاشورا و روز عاشورا مصادم با سال روز شهادت اون ابرمرد تاریخ است، خدمت شما سروران همگام میشیم با زندگی نامه حضرت حسین رضی الله عنه. سلامات درباری حضرت حسین رضی الله عنه در زمان خلافت حضرت ابوبکر، زمانی که اولین خلیفه مسلمانان، خلیفه برحق و پیامبر حضرت ابوبکر صدیق زمان خلافت رو به دست میگیرد، حضرت حسین رضی الله عنه مردانه با حضرت ابوبکر همراه با پدرش بیعت میکند و در تمام میادین مردانه میجنگد. بعد از اینکه حضرت ابوبکر 2 سال و اندی خلافت خودش را به اتمام میرساند و زمان خلافت به حضرت سیدنا عمر فاروق شیر اسلام میرسد، حضرت حسن و حسین باز هم نه تنها اینکه لب به هیچ گونه اعتراض و انتقادی نمیگشایند، بلکه مردانه با کاروان صحابه در خدمت سید شهدا حضرت امیرالمؤمنین عمر بن خطاب میرسند. و در زمان حضرت عثمان خصوصا و به ویژه هنگامی که خطرات مرگ حضرت عثمان رو تهدید میکرد و مشرکین و منافقین و سبایان فرزندان اون پس فطرت عبدالله ابن سبع خانواده و خانه حضرت عثمان رو محاصره میکنند، تنها ابر مردانی که شمشیر به کف و با دلاور مردی و شهادت کامل آماده حراست و حفاظت از خانه امیرالمؤمنین عثمان مظلومان و والله قسم یکی و 2 تا از اون جانان حضرت حسن و حضرت حسین حضرت حسن و حسین در آخرین لحظات و زمانی که حضرت عثمان بالاخره خانه‌اش تحت محاصره هست، حضرت حسن و حسین اونجا هستن. حتی طبق گفته بعضی از روایات یکی از این 2 تا بزرگواران برای دفاع از حریم و پاک و مقدس اصحاب رسول الله و حضرت عثمان رضی الله عنه اونجا زخمی میشوند. لذا حضرت حسن و حسین میفهمند که اینها نایبان برحق خلافت و کسانی هستند که رسول معظم اسلام در دنیا زمان حیاتشان اونها عرض می‌نهادند. لذا ما هم مثل پدر ما باید اونها عرض. در زمانی که خلافت رو حضرت علی کرم الله وجهه میگیرد، باز هم همگام با پدرش. زمانی که حضرت علی رضی الله عنه به شهادت میرسد، حضرت حسن رضی الله عنه و حضرت امیر معاویه خلیفه شام هست. اینجاست که حضرت حسن رضی الله عنه ابتدا زمان خلافت رو میگیرد، ولی بعد از اینکه به کاردانی و به مهارت و تجربه و ایمان و تقوا و اخلاص امیر معاویه عرض می‌نهد و واقف می‌شود، حضرت حسن رضی الله عنه مردانه زمان خلافت رو به حضرت امیر معاویه می‌سپارد. این نکته قابل توجه است. این نکته را تاریخ نویسان، محققین، مفسرین و کسانی که دم تحقیق و علم و فراست میزنند توجه بکنند و لحظه‌ای مکث بکنند. چرا حضرت حسن ریحانه رسول الله، حضرت حسن بزرگترین ابرمرد و دلاور اینجا زمام خلافت
رو به معاویه می سپارد. آری حضرت معاویه از دیدگاه حسن فرد منفور نبود، وگرنه حضرت حسن رضی الله عنه عقیده ما که با خدا قسم برای احقاق حق و ابطال باطل تا آخرین قطره خونش دفاع خواهد کرد و نه تنهایی که حضرت حسین از این که حضرت حسن زمام خلافت رو به امیر معاویه سپرد، حضرت حسین هیچگونه اعتراضی نکرد که هیچ، بلکه حضرت حسن رضی الله عنه رو تحسین کرد که شما کار بسیار بجایی کردید، زمام خلافت رو به شخصی که لیاقت این کار را داشت شما سپرد کردید. وگرنه حضرت حسین رضی الله عنه و حضرت حسن قیام می‌کردند و بر علیه امیر معاویه، در حالی که این عمل در زمانی و در بحبوحه‌ای انجام می‌گیرد که اکثریت ضابط، اکثریت مسلمانان طرفدار حضرت حسن و حضرت حسینند و اگر جرقه‌ای و استارت جنگ به صدا در می‌آورد، اگر استارت جنگ رو می‌زدند و والله قسم اصحاب رسول الله حاضر بودند برای دفاع از حضرت حسین و حضرت حسن تا آخرین قطره خونشان دفاع کنند. ولی با این وجود با وجود اینکه همه مسلمانان به طرف اینها بودند، حضرت حسن رضی الله عنه و حضرت حسین امامت و خلافت رو به حضرت امیر معاویه می‌سپارند. اما زمانی که خلافت از منهاج حقیقی و از راه حقیقی متغیر می شود و راه انحراف رو در پیش می گیرد و حضرت امیر معاویه در آخرین لحظات عمرشان امارت رو نعوذ بالله به یزید فرزندش می سپارد، اینجاست که حضرت حسین قیام می کند و به قول الله بزرگوار اقبال لاهوری می فرماید چون خلافت رشته از قرآن گسیر، حریت را زهر اندر کام ریخت، خواست آن سرجلوه خیر اقبال لاهوری شخصیت کوچکی میگه چون خلافت رشته از قرآن گسیر، یعنی تا زمان ابوبکر، زمان عمر، زمان عثمان، علی و حضرت معاویه رضی الله عنه خلافت درست داشت منهاج حقیقی خودش را در واقع طی می‌کرد، ولی چون خلافت بعد از وفات امیر معاویه، چون خلافت رشته از قرآن گسیر، حریت را زهر اندر کام ریخت، خواست آن سر جلوه خیر الامم، چون سحاب طفل باران در قدم در زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها تاریخ و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد، رمز قرآن از حسین آموختیم، رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتشی او جلوه ها. آری این یک واقعیت سرکار است. چرا؟ سوال اینجاست چرا حضرت امیر معاویه رضی الله عنه از اون جایی که میفهمید فرزندش یزید انسان ناخلف و بدکاری، چرا خلافت رو به فرزندش داد؟ جوانان این بحث ها رو بیشتر گوش بکنن، متوجه بشن، با واقعیات واقف بشن. صلوات الله. حضرت امیر معاویه رضی الله عنه زمانی وفات می‌کنند که یزید نماز تهجدش قضا می‌شد. اول این کاری نکرده. به قول برادران شیعی و محققین عقیده قائل است که 12 امام هم نسل در نسل بوده، حضرت علی، حضرت حسن و حضرت حسین رو و بیا بعد امام جعفر رو، امام کاظم رو بیا تا با این 12 امام اینا هم در واقع نسل در نسل بوده امامتون و حضرت معاویه در واقع کار خلافی رو نکردن که خلافت رو به یزید دادن، ولی این شایستگی را زمان حیات حضرت امیر معاویه رضی الله عنه در وجود یزید می‌دیدند. یعنی یزید در واقع اون زمان حیات معاویه یا از طرف پدرش یا به هر حال یا حتی ما میتونیم بگیم به طمع این که پدرش خلافت رو خوبانگذار بکنه، انسانی امین، درستکار و حتی در بعضی نماز تهجدش حتی قضا نمی‌کنه. ولی به مجرد اینکه حضرت امیر معاویه رضی الله عنه آخرین وصیت حضرت امیر معاویه چی؟ جلال العیون ملا باقر مجلسی یکی از کتب‌های بسیار بزرگ برادران شیعه و ماست که این روایت حضرت امیر معاویه را میارد. جلال العیون صفحه 348 یادداشت کنید دوستان. می‌فرماید امیر معاویه رضی الله عنه به فرزندش یزید که یزید امکان دارد شما خلیفه قرار بگیرید، ولیکن خلافت حضرت حسین را، نسبت حضرت حسین با رسول الله را فراموش نکن به این عنوان. لذا اگر شما خلیفه شدید و مردم به رأی داد، لذا از حرمت و منزلت و مقام و شرافت حضرت حسین فراموش نکن.
اینها ادامت میشه، اینا رو میتونه ادامت رو میرسونه. حضرت معاویه آخرین لحظاتش، آخرین وصیتش محبت و الفت یزید با حضرت حسین رضی الله عنه، زیرا اون خاندان از خاندان پیامبر هست. این یک واقعیت سربران است. لذا من به صورت مختصر خدمت شما تبرئت میکنم. بعد از اینکه حضرت امیر معاویه رضی الله عنه وفات میکند، زمام خلافت رو یزید میگیرد، یزید 180 درجه متغیر میشود. یعنی اون یزید دیروزی نیست. حضرت حسین رضی الله عنه در این زمان به مدینه منوره تشریف دارند. والی مدینه و اسفندار اونجا ولید هست. لذا ولید حضرت حسین رو اجبار و وادار به بیعت با یزید می‌کند. حضرت حسین رضی الله عنه از اونجایی که فراست بسیار واقعی داشتن دستور میدن که مقدار شما سر بکنید تا من تأمل بکنم، تفکر بکنم، مسائل رو خوب باز بکنم، بعد اون کاری رو انتخاب کنم. لذا بعد اینی که ولید روی امرش مصر هست که حضرت حسین باید بیعت بکند، حضرت حسین رضی الله عنه مدینه رو رها کرده و به سوی مکه هجرت میکنه. بعد اینکه به مکه مکرمه تشریف میبرند، کوفیان این انسانهای غدار تعداد زیادی نامه ارسال میکنند به جانب حضرت حسین که شما تشریف بیارید در کوفه، ما از شما حمایت خواهیم کرد. به یک و دو تا نامه مختصر نشد، بلکه 12,000 نامه متفاوت از سران قوم و از بزرگان آمد که هر کدوم از اونها شاید هزاران نفر زیر بازوی خودشون داشتند. لذا شما بیایید، ما حتما حمایت خواهیم کرد و از هیچ کوششی دلیل ندارد. حضرت حسین رضی الله عنه باز از اون جایی که انسان بسیار متفکر و اندیشمندی بودند، خودشون شخصا تشریف نبردند، بلکه حضرت مسلم بن عقیل رضی الله عنه را فرستادند که شما برید در کوفه و مسائل رو از نزدیک جویا بشید. حضرت مسلم حرکت میکنند، مسلم بن عقیل میان به طرف کوفه. هنگامی که وارد کوفه میشوند، در همون لحظات و ساعات اول ورود مسلم بن عقیل به کوفه 10,000 نفر که در روایات میگن حدود 80,000 نفر با دست مسلم بن عقیل به نیابت از امام حسین رضی الله عنه بیعت کرد. 80,000 نفر در اون زمان جمعیت بسیار بزرگ، شهرها اینقدر بیشتر جمعیت. حضرت مسلم بن عقیل وقتی که این بالاخره قضیه رو جویا شد و مثلا رو اینجوری دید، لذا فوراً نامه نوشت. هنوز مردم داشتن میان برای بیعت، شاید 100,000 نفر میومدن. لذا فوراً نامه‌ای برای امام حسین نوشت که شما از فرصت استفاده بکنید و فوراً مکه رو به قصد کوفه رها بکنید و ترک بکنید و فوراً به کوفه تشریف بیارید. به هر حال مسلم بن عقیل زمینی را کاملا فراهم کرد. مردم کوفه همه بیعت کردند، همه همراه مسلمانان تا آخرین دقیقه خون رو دفاع خواهیم کرد. به هر حال حضرت امام حسین رضی الله عنه از اونجا که نامش رسید حرکت کرد، با وجودی که بسیار مخالفت کردن. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه یکی از افرادی بود که مخالفت کرد، تا 3 بار الی 4 بار رفتن نزد حضرت حسین رضی الله عنه که شما حرکت نکنید. با قول کوفیان اعتبار نیست، اینها انسان‌های ریاست طلب، جاه و پست دوست، لذا اینها غدار و خیانتکارند، شما حرف اینها نباید اعتماد کنید. حضرت حسین رضی الله عنه علی رغم مخالفت شدید و اصرار بسیاری از صحابه مانند عبدالله بن عباس، عبدالله بن زبیر و بقیه بزرگواران مکه رو رها کرد و به جانب کوفه. اینجا رو بگذاریم و قضیه مسلم را بگیم. عبیدالله بن یزید معاویه از اونجایی که متوجه شد حسین رضی الله عنه اونجا پاسور بسیار بزرگی رو برای خودش درست کرده و زمینه کوفه رو بالاخره مساعد کرده برای ورود خودش، فوراً عبیدالله بن زیاد رو میفرستد که شما برید اونجا امارت کوفه را هم به عهده بگیرید. عبیدالله بن زیاد حرکت میکند به جانب کوفه. مردم به گمان این که این عبیدالله شاید همون امام حسین است، مردم همه برای استقبال از حضرت امام حسین که در واقع امام حسین در کار نبود، عبیدالله بن زیاد بالاخره زمینه ها رو مساعد کردند و رفراندوم بزرگ و اجتماعی عظیمی رو تشکیل دادند و از مراسم استقبالیه‌ای با شرکت گسترده عموم مردم به ویژه فرهنگیان، رؤسای قبایل، معتمدین و رشته‌بیلان تشکیل دادند و همه اونها با این شعار السلام علیک یا ابن بنت رسول الله، سلام بر تو ای پسر دختر رسول خدا،
هنیئا لک و مرحبا بک، خوش آمدی دست گل محمدی به شهر ما، خوش آمدی. همه با این شعار به استقبال عبیدالله بن زیاد به گمان و خیال این که حضرت حسین است شتاب. عبیدالله بن زیاد هنگامی که هجوم گسترده مردم را و ابراز احساسات اینها رو نسبت به حضرت حسین رضی الله عنه مشاهده کرد، احساس خطر بود. لذا بدون اینکه حرفی بزنه و یا خودشو معرفی بکنه به طرف کاخ و دست اونجا که رفت فوراً معتمدین رو جمع کرد و همه اونها رو با اونها صحبت کرد و اونها رو مورد تهدید قرار داد، از طرفی تشویق که اگر با او همکاری بکنن یزید فلان و فلان مال رو بهش میده و اگر مخالفت بکنن سر همه اونها رو از زیر شمشیر جدا خواهد کرد. سلام ماشینی هست شماره 63 جیم 253 لطفاً رو جابجا کنه مزاحمه عبور و مرور نمازی دارند. بله حضرت مسلم بن عقیل هنوز در کوفه قرار دارد. لذا توجه کنید عبیدالله بن زیاد اینها رو تهدید کرد. لذا بعد اینکه رؤسا رو خرید در واقع در پی جستجو و کنجکاوی و تلاش برای دستگیری مسلم برآمد که مسلم را دستگیر کرد. مسلم در خانه هانی بن عروه قرار دارد، یکی از صحابه بزرگوار پیامبر هانی بن عروه. لذا شخصی رو میفرسته که شامل هانی رو اهدا کنه. هانی بن عروه به دربار عبیدالله بن زیاد میاد در حالی که با قلبی مملو و سرشار از ایمان و تقواست. لذا میگه مسلم پیش توست. میگه من از مسلم خبر ندارم. میگه بله باید حتما خبر پنهانی مسلم را به ما بگو. بالاخره هانی بن عروه قصهش طولانی است، از این کار ابا می‌ورزد، انکار می‌کند. به جایی میرسد که عبیدالله بن زیاد او را تهدید به مرگ و یا قتل می‌کند. حضرت هانی بن عروه می‌فرماید و والله قسم اگر این مسئله با تکه تکه شدن جانم و جسدم مواجه بشود، ولیکن از اون جایی که من در مکتب محمد رسول الله زانوی تلمذ و شاگردی زدم و من از آیین محمد درس آزادی و درس تقوا و اخلاص و وفای به عهد رو یاد گرفتم و والله قسم اگر این مسئله با اتمام جانم، مالم، آبرویم، وجاهتم هم مواجه بشه، حاضر میشم همه اونها رو از دست بدم، ولی اون عهد و اون پیمانی که با خدا و با رسولش بستم هرگز قادر نیستم اون را بشکنم و نه. بله لذا حرکت میکنن و حضرت هانی بن عروه رضی الله عنه را با شمشیر در سرش و اون را به شهادت میرسند. هنگامی که هانی بن عروه به شهادت میرسند، خبر شهادت رسیدن هانی بن عروه به مسلم میرسند. مسلم فوراً هوادارانش رو جمع میکنند. 80,000 نفر رسید به 4,000 نفر فقط به عنوان هوادار مسلم قرار گرفتند و از مسلم داشتن حمایت میکردند. بالاخره با اینها صحبت کرد، حرکت کردن داخل کوچه. ناگهان اون بزرگان اونها، اون رؤسای طوائف از بالای قصر عبیدالله بن زیاد صدا کردند که مسلم رو رها بکنید وگرنه کلک همه شما کنده است. لذا اینا هم مسلم را یکی رها کردن تا آمد به 300 نفر. بازم با همین 300 نفر رفتن تا در قصر رسید به 30 نفر. 30 نفر هوا تاریک شد و روشن شد، دید یک نفر دور برش نیست. مسلم بن عقیل تنها. وقتی خودش را تنها دید مسلم بن عقیل، بالاخره تنها، مضطر، حیران، غریب، سرگردان داخل این شهر خودش را بالاخره از این کوچه به اون کوچه میزد تا اینکه جا و معوا و پناهگاهی براش پیدا بشه، تا اینکه در خانه آمد با حالت تشنگی و خستگی و حالت بسیار بسیار متعلق و دردناک. لذا در اونجا بود که بالاخره زنی در رو باز میکنه. مسلم بن عقیل را میگه شما، من مسافری هستم گرسنه، مسلم بن عقیلم بیا کی. بالاخره این زن مسلم بن عقیل رو پناه میده و از اون جایی که این زن غلام و عقل‌کنیز یکی از محمد بن اشعث هست، لذا جریان را به محمد بن اشعث میگه که من مسلم در خانه ماست. محمد بن اشعث هم فوراً این خبر را به عبیدالله بن زیاد میفرستد و عبیدالله بن زیاد با لشکرش بالاخره خانه محمد بن اشعث رو محاصره میکنن و حضرت مسلم بن عقیل را بیرون میکشن.
ابتدا جنگ بسیار مختصری در میگیرد و تعداد بسیار زیادی از اونها را به درک واصل میکنند. به هر حال مسلم عقیل بالاخره زخمی میشود و روانه دارالخلافه میشود. اونجا که میرود مسلم عقیل متوجه میشود که بالاخره شهادت حتمی است، مرگ به انتظار او نشسته. لذا بدون هیچ گونه باکی و بدون هیچ گونه طرز و واهمه‌ای عاشقانه کلمه شهادتین را میخواند و فقط 3 تا وصیت رو اینجا میکنه. اول اینکه وصایای حضرت ابوبکر مسلم عقیل که من فقط به مهمترین نکته و وصیت رو اشاره میکنم و اون اینکه حضرت حسین رضی الله عنه اعظم بالاخره کوفه شدن و از مکه بیرون آمدن. لذا عمر بن سعد رو وصیت کرد شما حتما چون به ما قول کشید شخصی را بفرستید و مانع ورود امام حسین به کوفه بشه و نگذارید امام حسین این بلایی که من مبتلا بشم فرزند رسول الله به این بلا مبتلا بشه. لذا بعد از اینکه بالاخره سفارشات خودش را کرد، عبیدالله بن زیاد با وقاحت و جرأت و گستاخی زیاد دستور داد که اصعدوا فوق القصر فاضربوا عنقه، بالای قصرش ببرید و اعدامش. لذا عبیدالله بن زیاد طبق دستورش مسلم بن عقیل را به بالای قصر راند. لذا دست شمشیر را داد دست بهرام بن بکیر که با این شمشیر سرش را از تنش جدا. بهرام بن بکیر حرکت کرد با شمشیرش به سوی حضرت مسلم بن عقیل، چند قدمی زد، شمشیر را برد بالا، ولی شمشیر برای ابد پایین برد. دست ابوبکر بکیر برای ابد شل شد و خوش بر جاش خوابید. دوم حرکت با شمشیر قصد جگر مسلم را کرد. هنوز حمله نکرده بود، جگرش فقط زد و پاره شد و خون از دماغ بینش بیرون آمد و به درک واصل شد. سومی شخص شامی تراری شمشیر را به کف گرفت و بر فرد مسلم فرود آمد و بعد اینکه کلمه شهادتین را خواند جام شهادت را نوشید و حضرت مسلم عقیل هم دار فانی را بداد. ولی به هر حال حضرت حسین از این طرف حرکت کرد. حضرت حسین رضی الله عنه آمدند، اما هنگامی که وقتی که به بطن رمله رسیدند، عبدالله بن یحتان برادر رضایی شاه به جانب کوفه رهسپار کردند که شما اخبار کوفه را برای ما بازگو کنید. این ابن یحتان حرکت کرد و آمد به طرف کوفه. عبیدالله بن زیاد خبر شد، لذا شخصی را به نام حسین بن نمیر با لشکر بسیار بزرگی فرستاد و عبدالله بن یحتان را دستگیر کردند و آوردند. حضرت امام آمد جلو به ثعلبیه که رسید، بکر اسدی رو ملاقات کرد که یکی از هواداران امام بود. از بکر اسدی پرسید که از مسلم چه خبر؟ هنوز از مسلم از امام خبر ندارد. امام فکر می‌کنه هنوز مردم همه منتظرش هستن و همه بیعت کردن و همه زمینه مساعد شده برای. لذا از بکر بن حسین بالاخره از بکر پرسید که شما خبر کوفه را برای ما بازگو بکنید، احوال کوفه را جویا شد. ناگهان اشکال بکر سرازیر شد. حسین سوال کرد چرا گریه می‌کنی؟ فرمود مسلم 2-3 روز است که جام شهادت را نوشیده است. امام حسین وقتی که این خبر سهمگین داشتیم مانند جرقه و صاعقه بسیار بزرگی بر فرق حسین فرود آمد و حسین اینجا بود و فهمید غداری و خیانت اهل کوفه و بالاخره تعدادی خواستن مراجعت بکنن، ولی حسین فرمود نخیر، ما به جلو میریم یا پیروزی یا شهادت. لذا به جلو رفتن تا اینکه حضرت حسین رضی الله عنه با لشکر چندین هزار نفری به سرکردگی عر بن یزید پر فرزند یزید مواجه شد. لذا متوجه شد کسانی که برای امام نامه ارسال کرده بودند که امام به کوفه بیاد، امروز شمشیر به کف گرفتن و بر علیه امام با لشکر عر بن یزید قرار دادند. اینجا هنگامی که امام اوضاع و آشفته حال و دگرگونیا عزم بازگشت و مراجعت کنند، ولی نگذاشتند. عبیدالله بن زیاد عر بن یزید ممانعت کرد که من آمدم تو را نزد عبیدالله بن زیاد بودم. حضرت حسین رضی الله عنه فرمود ای غداران، با سخنرانی و خطابتی بسیار گرم و حماسی بلد اونها رو خطاب قرار داد که من قصد آمدن به کوفه را نداشتم و من نمیخواستم به کوفه بیام،
ولیکن اصرار و الهای بیش از حد شما من رو به اینجا کشون. شما زمانی که به من احتیاج داشتید من رو خواستید، ولی امروز میگم که دارید خیانت میکنید. ولی حر بن یزید هنگامی که سخنرانی موجز و سخنرانی بسیار بلیغ و فصیح امام رو مشاهده کرد که میخواد در قلب هوادارانش بالاخره تأثیر به صدای بگذارد، جلوگیری میکند و مانع سخنرانی امام میشد و با این جمله خطاب میکند که ای حسین، هر کاری که دلت میخواد بکن، من آمدم برای دستگیری تو و ترافی شعبه الله ابن زیاد. لذا روز محرم، دهم محرم و روز عاشورا سال 61 هجری هست. حضرت امام رضی الله عنه با 72 تن از یاران و از دوستان و اهل بیت و خاندانشان، کسانی که اکثریت اونها رو خاندان درجه یک، فرزندان حضرت حسین علی اصغر، علی اکبر و برادران حضرت حسین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اینها برادران حضرت حسین رضی الله عنه یعنی فرزندان علی بودند. علی رضی الله عنه 32 تا فرزند داشتند که قسمتی و تعدادی از فرزندانش به نام ابوبکر، عمر، عثمان که منابع موثق اهل شیعیین را اذعان می‌کنند. لذا اینها همه همگام با یکدیگر 88 نفر از اونها را به درک واصل می‌کنند و بعد از اون که میدان کارزار گرم می‌شود، سپاهیان حضرت امام حسین یکی پر از دیگری شهادت طلبانه جلو می‌رود و تعدادی از اونها رو به قتل می‌رسانند تا اینکه لشکر و سپاه حضرت حسین تضعیف می‌شوند و ضعیف می‌شوند و حضرت حسین رضی الله عنه با لبانی تشنه از چند روز در مسیر راه حرکت کردند، آب و غذایی نخوردند، صحرای کربلا، صحرای خشک و رنجزرعی و شاید روزها آب به انسان نرسه. لذا حضرت حسین رضی الله عنه با لبانی تشنه به جانب آب رفتند. لحظات اول اونها آب طلب کردند. حضرت حسین جوان مردانه سخاوت، جوان مردی حسین را نگاه کنید و حتی به دشمنان ما آب بدید. حضرت حسین رضی الله عنه هنگامی که مرگ و شهادت را جلوی چشمانش مجسم دید، به جانب آب رفتند تا اینکه آب بنوشند. لبانی که رسول معظم اسلام بوسه داده بودند بر لب آب گذاشتند که آب بنوشند. ناگهان تیری از جانب لشکر شلیک شد و بر فرق حضرت امام حسین قرار گرفت و با گفتن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، خدایا دشمنان من را و دشمنان دینت را به سزای شوم اعمالش برسان. حضرت امام حسین در حالی که فرزند کودک نوزادش در بغلش بود و داشت نوازش میکرد، بیرحمان بر اون نوزاد هم رحم نکردن. حضرت حسین رضی الله عنه را به شهادت رساندن، ولی این کارش به همینجا بسنده میکردن. عبیدالله ابن زیاد دستور داد تا اینکه سر حضرت امام حسین رضی الله عنه را از سرش جدا بکنند، سری که لبان مبارک رسول الله اونجا قرار گرفته بود، لبانی که لبان رسول الله رو اونجا رو لمس کرده بود، پیشانی که چهره و مبارک چهره انور رسول الله اونجا را بوسه داده بود، برداشتن و از سرش جدا کردن و با چوبی برداشتن لبان امام حسین را به این طرف اون طرف حرکت می‌دادن و سر امام حسین را به طرف یزید روانه کردن و برای یزید به عنوان هدیه فرستادن. اما زمانی که یزید این واقعی را دید، لعنت کرد عبیدالله ابن زیاد را که والله قسم من به این مرحله راضی نبودم که امام حسین را شهادت برسانند، بلکه فقط من دوست داشتم فقط امام حسین را دستگیر بکنند، وگرنه به شهادت امام حسین حتی یزید هم اعتقاد ایمان نداشت و راضی نبود. لذا از اینجا بود که ماتم و عذاب، نوبخانی و روزخانی و به سر صدا زدن خانه یزید را پوشان و همه شروع کردن به گریه کردن و سرزار زدن و سر و سینه را چاپ دادن. لذا امام حسین رضی الله عنه در 60 سال 61 دهم محرم روز عاشورا جام شهادت را با 70 تن از یارانش در صحرای کربلا چشیدند و به شهادت رسیدند. لذا السلام ای خاک، السلام ای ساکن مهنت سرای کربلا، خدایا درود و سلام و تحیات ما را به محضر بزرگترین پیشوای بشریت و امام شهسواران دنیا حضرت امام حسین رضی الله عنه برسان. اما وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما چیست در قبال این فاجعه بسیار بزرگ؟ فقط در دو جمله با قرآن خلاصه میکنم که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ای کسانی که ایمان آورید هنگام فرارسیدن مصیبت ها با دو موضوع بزرگ
شما متوسل بشید. اول صبر و دوم نماز. لذا حادثه امام حسین، شهادت امام حسین از بزرگترین مصیبت هایی که بر پیکر وجود مسلمانان بالاخره پایین آمده و فرود آمده. لذا ما مسلمان موظفیم که در این ایام سر و بردباری رو پیش داریم. از خداوند متعال خواهانیم که روح حضرت امام حسین رضی الله عنه را در جناب صدیقین و شهدا محشور بفرماید و ما رو از تابعین و هواداران و محبان حضرت امام حسین رضی الله عنه قرار بدهد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. صلوات الله. بله، حتی برای خدمت سران مسابقه رو اعلام کرده بودیم که ما یک هفته دوستان بستیم، ولی دوستان الها کردن که وقت هم هست 20 سوال است. لذا این مسابقه رو تمدید بکنیم تا چهارشنبه آینده، یعنی چهارشنبه آخر وقت همه باید خواهران در کتابخانه قسمت خواهران برادران به کتابخانه قسمت برادران حتما در واقع مسابقه رو تحویل بدن. کسانی که هنوز هم نگرفتن مسابقه مناسبت سالروز شهادت امیرالمؤمنین حضرت عمر بن خطاب برقرار شده. لذا جوایز نفیس به دوستان اهدا خواهد شد. کسانی که هنوز این برگه‌ها دریافت نکردن برنامه‌ها دریافت بکنه. هنوز 5 روز دیگر با 20 تا چهارشنبه آخر وقت برادران دوستان سوال رو از دیروز که بنده خدمت سران آمدم یک سری تلفن خانه ما بالاخره اشغال از همین سوالات بودم و خانه که خودتان رو راحت بکنم. دوستان یکم رو راهنمایی کنم چند من دو سه سوال رو که به نظر برای که مشکل هست نظر مراد به نظر که راستونه لذا اینها رو خدمت سران بالاخره از اینکه به یک نفر بگم پارتی باز بشه به همه بگم موضوع همه هست و هر حال کسی گرایی باقی نمونه. نوشته سوال 13 این گفته کدام یک از مورخین معروف شیعه می باشد؟ این گفته چه گفته اون مورخ میشه؟ زماندار بزرگ دانشمند عادل عمر بن خطاب آنقدر به حضرت علی اعتماد داشت که هر جا بخار استفاده میکرد حضرت علی رو در مدینه قائم مقام تعیین میکرد. جواب این